دیگه شام خوردن رو متوقف کن. یه دونه سیب، یه دونه موز، 2 قاشق جو 2 سر و یه لیوان شیر رو بریز توی مخلوط کن. تا وقتی که این ترفند ژاپنی هستش شما دیگه نیازی به دکتر تغذیه ندارید برای برطرف کردن ورم شکمتون. این مواد رو خوب مخلوط کنید تا به یه بافت کرمتور برسه. شما این معجون رو شبا به جای شام استفاده بکنید، تمام ورم معده، ورم شکمتون از بین میره، شکمتون کوچیکتر میشه. این ترکیب رو که استفاده بکنید تمام سموم از بدنتون برطرف میشن و دفع میشن، حتی یبوستتون هم برطرف میکنه و هر نوع مشکلی که ناشی از کبدتونه رو برطرف میکنه. این پست رو حتما سیو کنید چون یه جایی قطعا به کارتون میاد. اگه این ترفندم براتون مفید بود حتما پیج منو دنبال کنید.